السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. سنگ معلق چی حقیقت دارد؟ سنگی که امروزها دیده می شود از زمین بالاست، در هوا ایستاده است، حقیقت ندارد. و آن سنگی که در اینترنت مشهور شده است در سعودی است و در هوا نیست، یعنی معلق نیست، بلکه او را با طریق کامپیوتر تگ همون سنگ را صاف کردند و گویا که در هوا ایستاده است. اما سنگ حقیقی که مردم در موردش سخن میکنند سنگ براق است. در زمانه موسی علیه السلام مشهور شده بود. موسی علیه السلام در یک طرف سنگ می ایستاد، به سوی کعبه نماز میخواند. در مورد سنگ موسی علیه السلام چیزی نگفته است. و سنگ براق در بالای کوه واقع است، تگ سنگ خالی است. یعنی یک طرف سنگ به زمین چسبیده است و طرف دیگرش خالی است. موسی علیه السلام نزد سنگ می ایستاد و به طرف کعبه نماز می خواند. بعد از وفات موسی و هارون علیه السلام، یهودی ها چوب موسی علیه السلام و لباس موسی و هارون علیه السلام را در درون تابوتی گذاشته بودند و تابوت را در بالای همون سنگ براق می گذاشتند و نماز می خواندند. در زمانه یوشع ابن نون به گناهی که یهودی ها انجام دادند، الله متعال آن تابوت را برداشت. یهودی ها بعد از برداشتن تابوت به سوی سنگ نماز می خواندند. در زمانه رسول الله صلی الله علیه و سلم سنگ براق نامیده شد. یعنی وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم با جبرائیل علیه السلام به سوی بیت المقدس، یعنی به سوی فلسطین سفر کردند، رسول خدا بر براق سوار بود. وقتی به فلسطین رسیدند، جبرائیل علیه السلام با انگشتش سنگ را سوراخ کرد و براق را در سنگ بست. در مورد سنگ حدیث های زیادی است که دروغ هستند، یعنی حقیقت ندارند. سنگ براق هیچ فضیلت خاصی ندارد و در زمانه رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی الله عنهم اجمعین یعنی هیچ فضیلتی نداشت. اگر می داشت در مورد سنگ فضیلتش را نقل میکردند. در زمانه عبدالملک ابن مروان خلیفه مسلمانان، عبدالملک ابن مروان امر کرد بر سنگ مسجدی بنا کنند و شیخ علوسی رحمه الله در مورد سنگ میگوید سخنها و حدیثهای زیادی نقل شده است که همش دروغ است. یعنی یکی از آن سخنها این است که گویا رسول الله صلی الله علیه و آله از بالای سنگ به آسمان ها رفته باشد و سنگ از زمین به بالا حرکت کرده است، ولی ملائکه ها سنگ را داشتند و دیگر حدیث های است که دروغ هستند، هیچ اصلی ندارند. یعنی سنگ معلق نیست، از زمین بالا نیست، بلکه یک طرف سنگ به زمین است، به زمین چسبیده است و دیگر طرف سنگ تگش خالی است. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.